در جلسه قبل من دیاگرام سایکومتریک رو برای شما معرفی کردم. تحولات نحوی مطبوع معمولا دو نوع تغییر در اون هوای محیط زندگی ما ایجاد میکنه. اولین تغییر اون هستش که تغییر درجه حرارت بدن که این خیلی متداول هستش، و دومی که رطوبت نسبی هوا رو تغییر. بنابراین این تحولات یا تغییر درجه حرارت ایجاد میکنن که در جهت افقی خواهد بود، و یا تغییر رطوبت نسبی که در جهت عمودی خواهد بود. بعضی از تحولات هر دوی اینها رو دارند، یعنی تحولاتی که هم گرم میکنند و هم رطوبت هوا رو بالا میبرند، طبیعتا باید در این جهت باشند، یعنی از چپ به راست در این جهت باشند تا هم هوای ما گرم شه. یادتون هستش که محور افقی محور درجه حرارت بود و محور عمودی نسبت رطوبت بود. برای تحولی که از چپ به راست بره، هوا رو داره هم گرم میکنه هم رطوبتش رو بالا میبره. بعضی تحولات هستن که در این جهت هستن، یعنی از راست به چپ در جهت هم خنک کردن هستن، هم افزایش رطوبت. و این اتفاقی که در کولرهای آبی رخ میده که ما هم دقیقاً هوا رو خنک می‌کنیم و همین مقدار رطوبتش رو افزایش میدیم. بنابراین حرکت در جهت‌های مختلف میتونه در این دیاگرام وجود داشته باشه یا در ترکیب جهت‌ها میتونه وجود داشته باشه، و این باعث میشه که هوا گرم یا سرد بشه، و یا اینکه هوا رطوبتش عوض بشه. یک تحول خیلی ساده که میتونیم ما در نظر بگیریم تحول گرمایش ساده هستش. این اتفاقی که در زمستون‌ها در بسیاری از مناطق رخ میده، یعنی ما یک هوای سرد رو میگیریم. این هوا مثلا میتونه حدود 4 تا 5 درجه باشه و یا کمتر، و رطوبت نسبیش هم ممکنه بد نباشه. در زمستان ممکنه بارندگی باشه و رطوبت نسبیش مثلا 60 تا 70% باشه. این هوا درون یک منزل با بخاری گرم میشه. بخاری به خودی خود هیچ تغییری در میزان آب موجود در هوا نمیده، نه آبی اضافه میکنه نه آبی کم میکنه. بنابراین نسبت رطوبت ثابت میمونه و میزان آب موجود در هوا نسبت به جرم هوا ثابت باقی میمونه. پس اونچه که ما در یه همچین تحولی مشاهده میکنیم اینه که فقط درجه حرارت بالا میره، اصطلاحاً سنسیبل هیت هستش که اضافه میشه و مثلا درجه حرارت به 25 درجه یا 26 درجه در اون حدودها میرسه. خب این اتفاق همونجور که در دیاگرام میبینید، درسته که در شرایط اولیه رطوبت نسبی ما که این خطوط مورب هستند حدود 70% بوده، ولی همونجور که میبینید با وجود اینکه درجه حرارتمون زیاد شده و میزان آب موجود در هوا عوض نشده، به خاطر اضافه شده درجه حرارت در حقیقت ظرفیت هوا برای پذیرش آب بیشتر شده و پی جیمون بالاتر رفته، و ولی میزان آب موجود در هوا عوض نشده و بنابراین رطوبت نسبیمون کاهش پیدا کرده. رطوبت نسبی کاهش پیدا کرده و همونجوری که میبینید رطوبت نسبی که در زمانی که هوا سرد بود یه چیزی حدود 70% بود، در این شرایط به زیر 20% کاهش پیدا کرده و این همون خشکیه که ما در زمستانها تجربه میکنیم در منازل، و کاری که میکنیم اینه که یه مقدار آب اضافه میکنیم به هوا، یعنی یا یک قوری روی بخاری قرار میدیم یا یه سیستم تولید بخور استفاده میکنیم برای اینکه صرفاً رطوبت نسبی هوا هم بالا بره و ضمن اینکه ما درجه حرارتمون زیاد شده
رطوبت میزان آب موجود در هوا هم بالا بره تا ما به شرایط بهتری برسیم. یعنی تحول دیگه تحول 1 2 نباشه که صرفا درجه حرارت تغییر کرده، بلکه تحول اون یه تحولی مثل 1 3 باشه که هم درجه حرارت تغییر کرده و هم یه مقدار آب موجود در هوا بیشتر شده، نسبت رطوبت بالا رفته و در نتیجه رطوبت نسبیمون هم در همون درجه حرارت 25 6 درجه، یعنی درجه حرارت، یعنی شما یک ترمومتر قرار بدید توی اتاق، درجه حرارتمون عوض نشده، اما رطوبت نسبیمون بالا رفته و اونجوری که میبینید مثلا نقطه 3 یه رطوبت نسبی حدود 60% داره. خب کاری که ما بکنیم برای اینکه محاسباتمون انجام بدیم یا اینه که از روی این دیاگرام ما بخونیم عددهای مربوطه رو و یا اینکه خودمون بیایم و این عددها رو با استفاده از روابط محاسبه کنیم. خب فرض میکنیم که در این مسئله درجه حرارت هوای اولیه ما T1 مساوی با 5 درجه سانتیگراد باشه. این فرض میکنیم که شرایط اولیه ما باشه و رطوبت نسبیش هم P1 مساوی با 70% باشه. خب این هوای اولیه است که ما در این شکل زیری در نقطه 1 نشونش دادیم. خب حالا فرض کنیم که صرفا در درجه اول ما هوا رو گرم کردیم، بنابراین در شرایط ثانویه‌مون T2 مساوی با 25 درجه سانتیگراد باشه. اگرچه نمیدونیم که میزان نسبت رطوبت چی هست، ولی آخرش میدونیم که W2 مساوی با W1، یعنی ما هیچ رطوبتی اضافه نکردیم، هیچ رطوبتی به هوا اضافه نشد. در حالت سوم ما کاری کردیم اینه که رطوبت هم به هوا اضافه کردیم، یعنی آب پاشیدیم توی بخار آب پاشیدیم توی هوا و مثلا زمانی که T3 مساوی با 25 درجه سانتیگراد شده که همون T2 باشه، اما حالا با پاشش آب درون هوا موفق شدیم که P3 رو مساوی با 60% تا 60% P3 رو بالا ببریم. و البته فرض ما در این مسئله اینه که P مساوی با 100 کیلو پاسکال باشه، فشار کلی مساوی با 100 کیلو پاسکال باشه. این مسئله ایه که دو قسمت داره، هم ساده ما حرارت دادیم و یا اینکه یه مقدار رطوبت اضافه کردیم به هوا. خب حالا یه سری خاصیت ها رو ما باید از این جدول به دست بیاریم. یعنی اول مثلا ما میدونیم که وقتی که T1 مساوی 5 درجه سانتیگراده، این معادل هست با 278 کلوین. بنابراین این عدد رو لازم داریم بعداً. و به همچنین یه اطلاع دیگه که لازم داریم در شرایط اینه که PG مساوی هستش با 0.87 25 کیلو پاسکال که این در حقیقت فشار اشباع هست در 5 درجه سانتیگراد که این را از جدول ما میخونیم. در این شرایط یه اطلاع دیگه هم که ما میتونیم داشته باشیم و برامون مهم هست این هستش که HG مساوی هستش با 25 ممیز 1 کیلوژول بر کیلو گرم. این میشه اطلاعاتی که ما از جدول برای شرایط 1 میخونیم.
در جهت دومی که داریم 25 درجه سانتیگراد هستش که به علاوه 273 میشه 298 کلوین و اطلاعاتی که از جدول میتونیم براش به دست بیاریم این هستش که پی جی مساوی هست با 3/1698 کیلو پاسکال و به همچنین اچ جی مساوی خواهد بود با 25.46 ممیزه 5 کیلو جول و کیلو که طبیعیه که از این عددها برای این شرایط هم میتونیم استفاده کنیم. خب حالا که این اطلاعات رو داریم میتونیم به حل این مسئله بپردازیم. چجوری حلش میکنیم؟ راه حلش اینه که ما اول در شرایط یک میایم و اون اطلاعاتی که ما نیاز داریم توی دیاگرام این هستش که W رو بدونیم، چون در حقیقت در شرایط یک و دو W1 و W2 مساوی هستند. بنابراین ما برای اینکه بتونیم روی دیاگرام حرکت کنیم 3 تا پارامتر رو در هر نقطه‌ای لازم داریم، 4 تا پارامتر رو در هر نقطه‌ای لازم داریم. یکی درجه حرارت هست، یکی رطوبت نسبی هست، یکی نسبت رطوبت هست و یکی انتالپی هست. این 4 تا رو ما اگر داشته باشیم تقریبا خیلی از خصوصیت هایی که روی دیاگرام میتونیم حرکت کنیم و خیلی از خصوصیت مورد نیازمون رو خواهیم داشت. بنابراین ما میتونیم بنویسیم که W1 خیلی خوب اگر این روابط هم شما بدونید، روابط سختی نیستن. ما میدونیم که W میدونیم مساوی هستش با 0.622 PV تقسیم بر P منهای PV و همونجور که میدونید فی مساوی هستش با PV به PG و اگر از این رابطه در این رابطه قرار بدیم وقت میتونیم بنویسیم W1 مساوی هستش با 0.622 در P1 در PG1 تقسیم بر P منهای مجددا V1 در PG1 و تمام عددهای این رابطه الان برای ما مشخص هستند. بنابراین میتونیم بنویسیم که W1 مساوی هستش با W1 مساوی هستش با 0.622 در 70%، بنابراین میشه 17 در PG1 که هست 0.87 25 تقسیم بر P یعنی 100 منهای 17 در 0.87 25 و این به ما میگه که W1 مساوی هستش با 0.20 382 کیلوگرم بخار به ازای هر کیلوگرم هوا. این تکلیف ما در مورد W1 هست و همونجور که میدونید W2 مساوی با W1 مساوی با 382 کیلوگرم بخار به کیلوگرم هوا. بنابراین ما الان در مورد W1 و W2 رو روی این دیاگرام داریم. یعنی اگر ما مراجعه کنیم به این خط مستقیم بریم احتمالا عددی خیلی نزدیک این رو میتونیم روی این محور چکار کنیم بخونیم و W1 و W2 با هم دیگه مساوی هستن. اما نکته که برامون هست اینه که رطوبت نسبی در اینجا چقدر. ما متوجه شدیم که رطوبت نسبی کمتر از 20% هست، چون این خط رطوبت نسبی 20% هستش. ما الان میدونیم که رطوبت نسبی کمتر از 20% هست، ولی
چقدر کمتر هست رو باید الان اینجا به دست بیاریم و ببینیم که رطوبت نسبی چه میزانی خواهد بود. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید ما یک رابطه داریم که این رابطه با داشتن رطوبت نسبی بهمون نسبت رطوبت شد. میتونیم همین رابطه رو جابجا کنیم و این رابطه رو بر حسب فی بنویسیم. بنابراین میتونیم بنویسیم که فی فی مساوی هستش با WP تقسیم بر 0.622 به علاوه W1 پی در پی جی کلش در پی جی هستش. این در حقیقت همین رابطه است که حالا بر حسب فی مرتب شده. خب حالا ما برای نقطه یک میتونیم برای نقطه دو در حقیقت میتونیم عین این کار رو بکنیم و فی دو رو اینجا به دست بیاریم. خیلی ساده است برامون. این مساوی خواهد بود با 0.20 382 ضرب در 100 تقسیم بر 0.622 به علاوه 0.20 382 ضرب در پی جی در شرایط دو که این هست 3.1698 یعنی پی جی برای درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد و در نتیجه پی دو مساوی خواهد بود با 0.193 و یا 19.3 درصد. این همون چیزی بود که ما روی دیاگرام سایکومتریک دیدیم که این خط 20% بود و ما فهمیدیم که نقطه دوم یه مقدار رطوبت نسبیش از 20% کمتر شد. در نقطه سه شرایط مطلوب ما هستش و ما میتونیم این شرایط رو داشته باشیم. میدونیم که در نقطه سه درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60% میره و حالا میتونیم با توجه به این میزان نسبت رطوبت رو به دست بیاریم، ببینیم چه مقدار آب باید توی هوا باشه، چند کیلوگرم آب به ازای هر کیلوگرم هوا باید داشته باشیم. بنابراین W3 مساوی خواهد بود با 0.622 در 6 دهم در 3.1698. توجه کنید که پی جی مثل پی جی نقطه دو هست به خاطر اینکه درجه حرارتش هم 25 درجه است ولی رطوبت نسبی حالا فرق کرده. تقسیم بر 100 منهای 0.6 در 3.1698 و بنابراین W3 ما مساوی خواهد شد با 0.012 کیلوگرم بخار به ازای هر کیلوگرم هوا. توجه کنید که W1 و W2 ما 0.20382 بود و الان نقطه سه مون به خاطر اینکه میزان رطوبتش بالا رفته حالا میزان آب بیشتری به ازای هر کیلوگرم هوا درون خودش داره. خب با دونستن اتفاقات حالا ما میتونیم بدونیم که به ازای هر کیلوگرم هوا ما چه مقدار آب باید اضافه کنیم. بنابراین MF به MA یعنی میزان آبی که باید اضافه بشه به ازای میزان جرم هوا مساوی میشه با 0.824 که در حقیقت این
مساوی هستش با این اختلافیه که این دوتا عدد دارن با هم، یعنی این مساوی هستش با 0.0 12.06 منهای 0.20 382. این عدد اختلاف بین W2 و W3 و W1 یا W2 هستش. پس این هستش W3 منهای W1، یعنی اختلاف W هستش در این نقطه W نقطه 1 و W نقطه 3 روی این محور. این اختلاف رو ما الان محاسبه کردیم برای این مسئله، مقدارش 0.20 824 بود. آخرین چیزی که ما باید در این مسئله محاسبه کنیم میزان انتالپی هوا در هر سه نقطه هستش و در هر نقطه میتونیم بنویسیم که انتالپی مخلوط مساوی با انتالپی هوا، یعنی CP0T1 به علاوه اون مقدار انتالپی که آب اضافه میکنه به ازای هر کیلوگرم هوا. و از این رابطه ما میتونیم برای نقطه 1 بنویسیم که H1 مساوی هستش با 1.2045 در 278 به علاوه 0.20 382 ضرب در HB که همون HG هست میشه 25/10⁻1 و بنابراین H1 مساوی خواهد شد با 288/8 کیلوژول به ازای هر کیلوژول به ازای هر کیلوگرم هوای خشک. این کیلوژول هستش. به همین شکل میتونیم H2 و H3 رو محاسبه کنیم. H2 مساوی هستش با 1.2045 در 298 به علاوه 0.20 382، چون نسبت رطوبت همونه و میزان آب موجود همونه، اما البته اون آب یک میزان انتالپی متفاوتی داره. حالا انتالپیش میشه 25/46 ممیز 5 و در نتیجه H2 مساوی میشه با 309 ممیز 1 کیلوژول بر کیلوگرم هوای خشک. مساوی هستش با 1.2045 در 298 به علاوه 0.0 12.06 در 25/46 ممیز 5 که H3 مساوی میشه با 330 ممیز 1 کیلوژول بر کیلوگرم هوای خشک. خب ما چجوری همه این عددها رو کنار هم یک جا؟ معمولا در تعبیه مطبوع میگن که هوا باید عوض بشه، نمیتونه هوا ساکن باشه. بنابراین اگر ما مثلا 75 متر مکعب حجم اتاقمونه و این هوا بایستی که ساعتی 1 دفعه، ساعتی 2 دفعه یا ساعتی 3 دفعه عوض بشه. بنابراین این عددی که به اسم حجم هست، به اسم جرم موجود هست، یک دبی هم بهش تعلق میگیره و این میشه، بهش میگن air changes per hour. air changes per hour. خب اگر فرض کنیم که توی مسئله ما این عدد 2 باشه، یعنی ساعتی 2 دفعه این هوا تغییر بکنه، بنابراین اون دبی جرمی هوای
ما خواهد بود 93، یعنی 2 بار در ساعت باید چی بشه؟ عوض بشه. بنابراین میشه 93 ممیز 18 ضرب در 2. این مساوی خواهد بود با 186 ممیز 36 کیلوگرم بر ساعت. این میشه دبی هوامون. و حالا اگر ما قانون اول رو برای این مسئله بنویسیم، صفر مساوی میشه با، چون مسئله درون اتاقمون تغییر نمیکنه بلکه هوایی که میخوایم عوض کنیم، حالا میشه صفر مساوی با امداد A در H1 که شرایط ورودیمون هست، منهای امداد A در H3 که شرایط خروجمون هست، یا H2 اگر رطوبت اضافه کنیم نکنیم، و به علاوه Q دات. خب بنابراین حالا اگر به این ترتیب به مسئله نگاه بکنیم، در اون صورت ما میبینیم که کیودات ما اگر شرایط 2 داشته باشیم، میتونیم اینو به این ترتیب بنویسیم: صفر مساوی با امداد AH1 چون شرایط ورودیمون یکیه، ولی منهای امداد AH2 اگه ما رطوبت رو اضافه نکنیم و علاوه Q دات. این Q دات 1 3 و این Q دات 1 2 هستش. خب حالا دلتا اچی که ما اضافه میکنیم به خاطر درجه حرارت نیست، اختلافی که در دلتا اچ رو به دست میاریم به خاطر درجه حرارت نیست، بلکه به خاطر رطوبت نسبیه که اینجا اضافه کردیم. اگر مقادیر H1 و H3 رو درون این رابطه قرار بدیم، مقادیری که ما اینجا و اینجا محاسبه کردیم، امداد رو هم اینجا به دست بردیم، در این رابطه قرار بدیم و فراموش نکنید که اینا به ازای ساعته، باید تقسیم بر 3600 هم بکنیم تا کیلووات برامون به دست بیاد. در اون صورت میبینیم که اگر فقط تحول 1-2 منظورمون باشه، یعنی یک حرارت دادن ساده منظورمون باشه، حرارت که لازمه بدیم 1.05 کیلووات خواهد بود. فقط گرمش کنیم. اما اگر بخوایم رطوبت نسبی رو هم درست کنیم و بخار آب رو هم اضافه کنیم به هوا، اون وقت انرژی لازممون 2.14 کیلووات خواهد بود، یعنی بیش از 2 برابر انرژی که فقط برای گرم کردن لازم داشتیم الان نیاز داریم برای اینکه هم هوا رو گرم کنیم و هم یه مقدار بخار آب بهش اضافه کنیم. خب از توجهی که فرمودید بسیار سپاسگزارم.